السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس سوم حرکت فتحه. به ادامه درس گذشته ما میخوانیم امروز حرکات. حرکات علامه سیگانه ای است که بر حرف می آید، مثل زبر، زیر، پیش. خب امروز میخوانیم حرکت فتحه یعنی زبر. فتح زبر یک حرکت خوابیده ای است که بر حرف می آید به شکل بدون کش. با زبر با به شکل باید خواندن شود، بدون مجهولیت. با زبر با مجهول خواندن شود و یا جنبش داده نشود. ایتو با زبر با، تا زبر تا زبر تا، یعنی بدون کشیدگی، مجهولیت و جنبش باید خوانده شود. به شکل با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر غا، غین زبر غا، ثا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر و، ها زبر ها، همزه زبر ا، همزه زبر ا. ببینیم اینا هر دویش همزه است اما شکل الف ای به خود داره. این شکل اصلی همزه و این شکل الفش. فرق بین الف و همزه همی است که الف که است غیر متحرک است، یعنی زبر زیر پیش قبول نمیکنه و الف همزه که است زبر زیر پیش قبول میکنه. یا زبر یا. ببینیم در عربی فتحه میگه، این دیگهش مطابقشه که حروف امصداست، فتحه گفته میخوانیم. تا فتحه تا، طا فتحه طا، ثا فتحه ثا، سین فتحه سا، صاد فتحه صا، ح فتحه ح، ها فتحه ها، ذال فتحه ذا، زا فتحه زا، ضاد فتحه ضا، ضا فتحه ضا، عین فتحه ع، همزه فتحه ا، قاف فتحه قا، کاف فتحه کا. کلمات قرآنی فتحه دار، تمرینات حرکات فتحه هست همش. در اینجا باید ما و شما یک قانون یاد بگیریم. او چی است؟ وقف است. وقف تقسیم میکنیم به دو قسم. خیلی ساده و آسان است که بعضی برادرها وقتی که ما میگیم فعل وقفا فعل میگیم، امی وقفا فعل، بعضی برادرها میگه قاری صاحب ای چی است؟ وقفا فعل چی معنا میده؟ ما و شما قرآن میخوانیم، وقتی که قرآن میخوانیم بالفرض بالای این کلمه چه میشیم؟ استاد میشیم، وقف میکنیم. وقف یعنی استاد شدن. امی که استاد میشویم ما نمیتونیم بالای حرکت استاد شویم. بالای حرکت که استاد نشویم باید قانونش مراعات بکنیم. اگر در آخر کلمه که ما تقسیم کردیم وقف بر دو قسم است، وقف ابدال، وقف اسکان. ابدال تبدیل کردن دو زبر به الف، اسکان یعنی ساکن کردن. هر زمانی که در آخر کلمه، این آخر کلمه است دیگه، اگر غیر از دو زبر حرکات سیگانه یا چپ پیش یا بیایه، اینها چی میشه؟ به ساکن تبدیل میشه. بسیار اجمالا امی تو یاد بگیرین. امی درس خیلی ساده و آسان است. اگر در آخر کلمه ما اگر حرکات سیگانه بیایه وقف اسکان میشه، اگر دو زبر باشه وقف ابدال میشه.
با زبر با، لام زبر لا، بلا غین زبر غ، بلغ وقفا بلغ. ببینید وقفا گفتیم بلغ به خاطر از که حرکت آخر کلمه ما چی داره؟ حرکت فتحه داره، یعنی زبر. باید اینجا وقف بکنیم، وقفا اسکان میشه. ف زبر ف، عین زبر ع، فع، لام زبر لا، فعل وقفا فعل فعل. ببینیم وقف اسکان شد. ث زبر ث، میم زبر ما، ثم، را زبر را، ثمر وقفا ثمر ثمر. ببینیم برادران اینجا یک درس دیگر هم باید یاد بگیریم. اگر حرف رای ما حرکت فتحه یا زبر داشت، هر جای که ما بخوانیم در قرآن کریم، خواه کلمات قرآنی است، هر قسمت قرآن اگر رای ما فتحه یا زبر داشت همیشه پر خوانده می شود. ث زبر ث، میم زبر ما، ثم، را زبر را، ثمر وقفا ثمر. همزه زبر ا، میم زبر ما، اما، را زبر را، امر وقفا امر. عین زبر ع، با زبر با، عب، سین زبر س، عبس وقفا عبس. میم زبر ما، کاف زبر کا، مک، ثا زبر ثا، مکث وقفا مکث. را زبر را، فا زبر فا، رفع، عین زبر ع، رفع وقفا رفع. زا زبر زا، عین زبر ع، زع، میم زبر ما، زعم وقفا زعم. ظا زبر ظا، لام زبر لا، ظل، میم زبر ما، ظلم وقفا ظلم. همزه زبر ا، خا زبر خا، اخا، ذال زبر ذا، اخذ وقفا اخذ. سين زبر س، را زبر را، سرى، قاف زبر قا، سرق وقفا سرق. صاد زبر صا، دال زبر دا، صدى، قاف زبر قا، صدق وقفا صدق. ضاد زبر ضا، را زبر را، ضرى، با زبر با، ضرب وقفا ضرب. كاف زبر كا، سين زبر سا، كسى، با زبر با، كسب وقفا كسب. خا زبر خا، را زبر را، خرى. جيم زبر جا، خرج وقفا خرج. ميم زبر ما، را زبر را، مرى. جيم زبر جا، مرج وقفا مرج. حا زبر حا، سين زبر سا، حسى. دال زبر دا، حسد وقفا حسد. سين زبر سا، جيم زبر جا، سجى. دال زبر دا، سجد وقفا سجد. شين زبر شا، را زبر را، شرى. حا زبر حا، شرح وقفا شرح. خا زبر خا، تا زبر تا، ختا. ميم زبر ما، ختم وقفا ختم. واو زبر و، لام زبر لا، ولا. دال زبر دا، ولد وقفا ولد.
واو زبر و، را زبر را، ورا، دال زبر د، وراد، وقفا ورد، فا زبر ف، را زبر را، فرا، ضاد زبر ضا، فرض، وقفا فرض، فا زبر ف، طا زبر طا، فطا، را زبر را، فطر، وقفا فطر.